یک سال از جنایات جمهوری اسلامی در آبان 98 میگذره و در این فاصله علاوه بر سرکوب و زندانی کردن معترضان و صدور حکم اعدام برای چندین نفر از این معترضان، حداقل یک سرکوب خونین دیگه در سراوان سیستان و بلوچستان هم انجام شده. شدت این کشتارها به حدی بوده که بسیاری از مردم ایران علنا و در خفا این سوال براشون پیش اومده که آیا واقعا جامعه جهانی کاری در مقابل این جنایات نمیتونه انجام بده؟ آیا هیچ صدایی برای دفاع از قربانیان این جنایات بلند نخواهد شد؟ حالا بیش از یک سال بعد خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر وارد شدن اتهام جنایت علیه بشریت بر علیه 39 نفر از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی مردمی در شهر لاهه. اما این خبر به چه معناست؟ اساساً دادگاه مردمی به چه دادگاهی گفته میشه و برگزاری این دادگاه چه نتایجی خواهد داشت؟ این دادگاه بر چه اساسی و به وسیله چه کسانی تشکیل میشه؟ برای پاسخ به این سوالات و نگاهی به پایه‌های حقوقی این مسئله، امروز در خدمت آقای دکتر کاوه موسوی، وکیل و حقوقدان از انگلستان هستیم. آقای موسوی، به شما خوش آمد میگم و برای شروع بحث میخوام به مفهوم دادگاه مردمی بپردازیم. این چه دادگاهیه و چه اختیاراتی داره؟ درود بر شما و بینندگان عزیز شما در ایران و در سایر نقاط جهان که برنامه شما رو میبینن. دادگاه نمادینه، اختیار اجرایی نداره، ولی ارزش اخلاقی مسلماً داره و ببینید بی سابقه نیست. اولین دادگاه نمادین دادگاه بود که برتراند راسل و ژان پل سارتر در دهه 60 میلادی در موضوع جنگ ویتنام شروع کردن و اثر اون طوری بود که در اون زمان دولت بریتانیا اجازه نداد که در بریتانیا این دادگاه بنشینه و مجبور شدن در سوئد این به جریان بندازنش. علتش این بود که خب پرستیژ شخصی و موقعیت جهانی برتراند راسل و ژان پل سارتر طوری بود که خب خیلی‌ها توجه میکردن به گفتار اینا. متاسفانه دولت کارگر موقع دولت ویلسون اجازه نداد که این دادگاه در بریتانیا برقرار بشه. خب خود اینم بیانگر مطلبی است که اگر واقعا این نوع دادگاه کاملا بی ارزش بودن، چرا دولت اینقدر موضع خیلی مشکلی در مقابل اینا، مشکلات متعدد در مقابل اینا به وجود آورد. بعدها سالها بعد وقتی اسناد وزارت خارجه امریکا در اومد، معلوم شد که بسیار امریکایی از این موضوع ناراحت بودن، میترسیدن از عواقبش و خب واضح هم بود که چرا میترسیدن، چون افکار عمومی یکی از متغیرات جدی است در تصمیم گیری در دموکراسی‌های غرب. در چین و روسیه و غیره شاید بی اثر باشه، در جمهوری اسلامی که به طور مطلق بی اثره، ولی در کشورهایی که حکومت قانون درشون هست افکار عمومی یکی از متغیرات جدی است. به این دلیل بود که خب با این نوع دادگاه‌ها مخالفت کردم. در سال 2012 تریبونال ایران رو با همت همکار عزیز ما آقای حمید صبی خب دیدیم که در همین درست کردن و اثرش هم بسیار مؤثر بود. یعنی هم افکار عمومی، همین که من شخصا از یافته های اون تریبونال برای دستگیری حمید نوری استفاده کردم. وقتی آقای مصداقی به من زنگ زد در 17 اکتبر 2019 و گفتش حمید نوری داره میاد، من خب فوراً بایستی دنبال مستندات میگشتم. ایشون آمد لندن و من برد پیش چند تا شاهد. با اتکا به اون شاهدها و اتکا به یافته های تریبونال ایران در سال 2012 که قسمت اولش در لندن بود، قسمت دومش در هلند بود، با اتکا به اونا و یافته های گزارش قاضی جفری رابرتسون که بنیاد برومند اونا پیش قدم شدن درش، ما تونستیم که یک کیفرخواست آماده کنیم و من با دادستانی سوئد تماس گرفتم و با اتکا به اون تونستیم که حمید نوری رو دستگیر کنیم. خب این تجربه نشون داد که این نوع تریبونال ها بی ارزش نیستن. البته خب اینم درسته که نباید انتظار زیادی داشت که اینا قدرت اجرایی ندارن و من البته نگرانم از بعضیایی که تو این تریبونال دارن شرکت میکنن
آدمایی هستن که ترجیح میدادن اونجا نباشن، چون متاسفانه سابقهشون طوریست که تا حدی میتونه باورآرایی و اعتبار تریبیونال رو کم کنه. ولی آقای صبی خودش یک حقوقدان خیلی برجسته است و سابقه بسیار درخشانی در این کارا داره. و حالا از نظر نمادین در لاهه گذاشتنش، لاهه خب میدونید که هم دیوان عدالت بین‌المللی در اونجاست و شاید در این موارد مهمتر دیوان جنایی بین‌المللی در اونجاست، International Criminal Court. متاسفانه ایران عضو ICC نیست، دیوان جنایی بین‌المللی نیست، ولی مع ذلک از نظر نمادین و سمبولیک و پیام اخلاقی این میتونه خیلی مهم باشه که در اونجا این محاکمه نمادین به وقوع بپنده. جمهوری اسلامی مسلمه که همکاری نخواهد کرد، ولی خیلی اومدن جلو و شهادت حاضرن بدن. با این فقط اجازه بدین که من اعلان کنم که این دادگاه نمادین دادگاه واقعی نیست، سمبولیکه و خیلی ها شاید دارن ریسک میکنن جان خودشون رو در ایران. از این نظر باید مواظب باشم. من موظف هستم که به ایرانیان بگم که انتظار بیش از حد از این دادگاه نداشته باشید، چون این دادگاه اونی نیست که خیلی خیال میکنن. الان صدها نفر من نوشتن، من گفتم من هیچ نقشی در این دادگاه ندارم، این دادگاه نمادینه و من کوششم نیست که عملاً و این افراد دستگیر کنم. و خب دیدید که در مورد حمید نوری موفق شدم، در مورد قاضی منصوری یعنی لحظه هایی مونده بود که دستگیرش کنیم که فرار کرد و در رومانی به قتل رسید. قاضی تردست میدونستم در اونجا نیست، ولی خانواده های قربانیانش خیلی به من فشار می آوردن. تردست نبود در اون موقع، ولی خب خیلی از خانواده ها قربانیان با من تماس گرفتن. من توییت زدم و دیدید که چی شد دیگه. خوشبختانه هموطنان در آلمان و در هلند اقدام کردن، خونه‌شو پیدا کردن، خونه عروس رو پیدا کردن، خونه دامادشو پیدا کردن، خونه خانواده دیگه شو در اعضای خانواده‌اش در هلند پیدا کردن. این که مسلما جرئت نخواهد کرد که بیاد در خارج. این اواخر شنیدم که بلیتی گرفته که بیاد، ولی باور نمی‌کنم جرئت کنه بیاد. ببین من هیچ مشکلی با دادگاه‌های نمادین ندارم، ولی باید بگم که امیدوارم که انتظار مردم بیش از اونی که دادگاه‌های نمادین میتونن بهشون بدن نباشه. بدین معنا اینطور فکر نکنن که این دادگاه واقعا دادگاهه، بدین معنا که نتیجهش این خواهد شد که این افراد دستگیر میشن و غیره. میدونی من تکرار میکنم با توجه به سابقه‌ای که از حمید صبی میدارم بسیار حمایت میکنم از این کوشش، ولی متاسفانه افرادی هم در این جریان هستن که فرصت طلبیشون برای خاص و عام شناخته شده است و عناصر جمهوری اسلامی هم از این افراد استفاده میکنن گاهوداری. یعنی کارشون نیست که برن پروژه بنویسن، پول بگیرن برای این نوع کارا، آخرش هم هیچ کاری نکنن به جز اینکه ضربه بزنن به این کوشش. در مورد حمید نوری، یکی از کسانی که پشت سر این تریبیوناله، خودتون دیدید چه کوششی کرد و چه ضربه‌ای به اون محاکمه. من در دادگاه نشسته بودم، دیدم این خانم توییت زده که حمید نوری قبول کرده که حمید نوریست و این کارا رو کرده، که وحشت کردم. سراسیمه اومدم بیرون، فوراً به تمام مطبوعات زنگ زدم، گفتم این دروغ، این توییت به طور قطع دروغه و خدا رو شکر که وکلای مدافع حمید نوری متوجه نشدن که این توییت زده شده، چون یعنی این کاملا از نظر قانونی مداخله میشد در روال عدالت. نیست که هر قدم این دادگاه نمادین کار مثبتی باشه، متاسفانه حضور بعضیا درش یه خورده سوال برانگیز میکنه کارو. خب اگر بخوایم به ماهیت دادگاه‌های نمادین بپردازیم، توی همون دادگاهی که خودتون هم بهش اشاره کردید درباره کشتار دهه 60، جان کریگلر حقوقدان بین‌المللی گفتش که حتی توی آفریقای جنوبی هم وقتی کمیسیون حقیقت و آشتی برگزار شد، خیلی از سفیدپوست‌ها گفتن که از جنایاتی که علیه سیاه‌پوستان توی کشورشون رخ میداده خبر نداشتن. و ایشون به نوعی یکی از مزایای این نوع دادگاه‌های مردمی رو این دونست که این پروسه راه فرار از مسئولیت رو میبنده و دیگه کسی نمیتونه بگه که نمیدونستم، ندیدم، نشنیدم و اینطور مسائل.
به نظر شما در این زمینه این دادگاه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ آیا کسانی که در این دادگاه قراره که شهادت بدن و کسانی که دارن این شهادت ها رو ثبت میکنن اون مقدار اعتبار رو دارن که بتونن بگن که ما راه انکار و فرار از مسئولیت رو بستیم؟ ببینید اینو نباید با اون روندی که افریقای جنوبی بود مقایسه کرد. اون روند رسمی بود. اون کمیسیون های حقیقتی یاب و آشتی گرا، اونها دولت اونها رو تأسیس کرده بود، به جریان انداخته بود. در رأسشون اون اسقف اعظم دزموند توتو بود، با دستور نلسون ماندلا رئیس جمهوری که اول افریقای جنوبی بعد از آپارتاید بود. یعنی موقعیت اخلاقی و موقعیت قانونی اون کمیسیون خیلی خیلی بالا بود و الگویی شده برای خیلی کشورهای دیگه. بعد از اونو دنبال کردن نمونه اون کمیسیون. این دادگاه البته ببینید در مورد جمهوری اسلامی بعید میدونم کسی بتونه ادعا کنه که ما نمیدونستیم، چون جنایت دیگه روزانه است. 2230 و چند نفر در از 4 روز اینا در آبان سیاه به قتل رسوندن. این رقمی که رویترز اینا دارن این درست نیست. من سندش جلوی چشممه، از داخل شورای امنیت ملی این سند آمده، گزارشی که پزشکی قانونی به شورای امنیت ملی بعد از استعلام وزارت اطلاعات بوده دقیقاً داده. ببینید کسی نمیتونه در ایران ادعا کنه که ما نمیدونستیم. من درسته در آلمان نازی بعد از جنگ جهانی دوم خیلیا میگفتن ما نمیدونستیم که این کارا میشد و نیروهای متفقین هم شهروندای عادی رو آوردن در اردوگاه‌های مرگ در بلزک، بلسن، سوبیبور، اینا همه ببینن که با مردم عادی چه کرده بودن. ولی در جمهوری اسلامی بعد از 43 سال جنایت پشت جنایت پشت قضات حلقه به گوش دروغگو، قضاتی که مستخدمین وزارت اطلاعات هستند، این گمان پردازی نیست. ما شماره پرسنلی بعضی این قضات رو داریم که اینا مستخدمین وزارت اطلاعات هستن. در این کشور ادعای این که ما نمیدونستیم خیلی بعیده. اگر هدف این کمیسیون، این دادگاه نمادین اینه که خب امیدوارم هدفش بیشتر از این باشه، چون این کار خیلی جدیه این کمیسیون، این دادگاه نمادین، و کوشش برای این است که واقعا شهادت نامه‌ای گرفته بشه، قربانیان یا باقی بازماندگان قربانیان بیان و اونا شکایتشون اونجا ثبت بشه. و خیلی مهمه که روال قضایی عادی دنبال بشه. من خوشحالم که حقوقدانان خیلی جدی در هیئت قضات خواهند بود و روال آیین دادرسی کیفری رو دنبال خواهند کرد. نتیجتاً اعتبار یافته های این دادگاه نمادین در سطحی خواهد بود که بشه ازشون استفاده کرد در دادگاه های واقعی که در آینده من شک ندارم به وقوع خواهم پیوست. همونطوری که در مورد حمید نوری یافته های دادگاه نمادین قبلی در مورد قتل عام 67 کاملا مورد استفاده قرار گرفتند. درسته، با توجه به همین مسئله که خودتون هم اشاره کردید که این ثبت اسناد و شهادت ها میتونه در آینده در روند پیگیری های قضایی به در بخوره و از یک طرف هم این مسئله رو داریم که خیلی از خانواده ها و قربانیان جنایت آبان در ایران هستن و اینکه بخوان علنی در این دادگاه مشارکت بکنن میتونه براشون خطرات امنیتی داشته باشه. با در نظر گرفتن این دو جنبه به نظر شما این ریسک قابل قبول هست برای ثبت مدارک جنایت برای آیندگان؟ این سوال خیلی خوبیه. من ای کاش که میتونستم جواب قاطعی بهش بدم. این ارزیابی است که هر خانواده خودش باید بکنه. ولی خب شما میبینید خانواده زندیات بوریاد بختیاری، ببینید خب الان با چه شجاعتی آمدن جلو. آقای بختیاری رو گرفتن بردن، مدتی مفقود الاثر بود، بالاخره زیر فشار افکار عمومی جهانی و غیره آزادش کردن. مادر زندیات میبینید در فعالیت خیلی هر روزی هست. این تصمیمی است که باید اخلاقا، من در موقعیتی نیستم، منی که راحت نشستم در امن و امان در بریتانیا نشستم زیر حفاظت پلیس ضد تروریست بریتانیا هستم، من در موقعیتی نیستم که بتونم به اونها پیشنهاد بدم یا توصیه کنم. ولی در این شکی نیست که اگر این دادگاه روال عادی عدالت و آیین دادرسی کیفری رو دنبال کنه، که شکی ندارم خواهد کرد، این یافته‌هاش بسیار موثر خواهند بود در
آینده‌ای که در آینده بسیار نزدیکی که تمام این متهمین رو به پای میز محاکمه خواهیم کشید. ببینید میزان جنایات جمهوری اسلامی در این 42 سال واقعا آدم تخیل انسان نمیگذره. در 6 هفته اینا بیشتر از کل آدمکشی 17 سال حکومت جنرال پینوشه در شیلی رو در 6 هفته همین آقای رئیسی که امروز رئیس قوه آدمخوری قضایی است به دستور خود ایشون بود دیگه. یعنی جنایات جمهوری اسلامی در مقیاس دیگری است، یعنی در یک کلاس دیگه یه واقعا جمهوری اسلامی است که کار حکومت بعد از جمهوری اسلامی کار بسیار سنگینی خواهد بود. هر خدمتی که امروز بتونن ایرانیان بکنن برای سبک کردن اون باری که فردای سقوط این رژیم رو شاهدش خواهیم بود، خب خدمت بسیار بزرگی، شکی درش نیست. حالا حتما قربانیانی هستن که جلو میان، ولی من باید گوشزد کنم که این دادگاه اونی نیست که خیلیا خیال میکنن. خیلیا به من تبریک میگم اولا من در این دادگاه هیچ نقشی ندارم، دادگاه نمادین. ثانیا هم فراموش نکنید دادگاه نمادینه و شما عدالت از این دادگاه نخواهید یعنی گرفت، بدین معنا که کسانی که متخاصمین بودن، متجاوزین بودن به حقوق فرزندان شما و عزیزان شما، اونها با خاطر این دادگاه تنبیه نخواهند شد. ولی به هر حال قدم مثبتی است. مستنداتش اگر روال عادی رو دنبال کنن به درد خواهد خورد در فردای سقوط جمهوری اسلامی. اگر خاطرتون باشه ما چند وقت بعد از اعتراضات آبان و در زمانی که مستندات درباره کشتار نیزار در ماهشهر هم علنی شده بود یک برنامه رو داشتیم و اونجا من از شما پرسیدم که آیا امکانش هست که واقعا ICC بخواد وارد این مسئله بشه و بخواد عکس‌العمل نشون بده. اونجا شما توضیح دادید که بدون شکایت یکی از اعضا این کار بسیار بسیار مشکل میشه. اما الان می‌بینیم که سازمان ملل هم در مورد ماهشهر و هم در مورد اخیراً شلیک به سوختبران در سیستان و بلوچستان عکس‌العمل نشون داده. به نظر شما این مسائل و این بیداری جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و این جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده و به قول شما به مرحله غیرقابل انکاری هم رسیدن میتونه امیدی رو ایجاد بکنه برای برگزاری دادگاه در ICC؟ ICC الان تنها راهی که برای ورود پرونده های جنایات جمهوری اسلامی هست، یکی قطعنامه شورای امنیت که در مورد سودان مستحضر از که بود، در مورد یوگسلاوی دیوان جنایی بین‌المللی یوگسلاوی، دیوان جنایی بین‌المللی رواندا، دیوان اضطراری سیرالیون و چند دیوار دیگر با قطعنامه شورای امنیت به وجود آمدن. در مورد سودان ببینید سودان خودش عضو دیوان نبود، امریکا عضو دیوان نبود، چین عضو دیوان نبود، روسیه عضو دیوان نیست. کشورهایی که در چند کشور دیگه هم بودن در شورای امنیت بودن در اون موقع و هیچ کدومشون نیستن، ولی مازالک هیچ کس مخالفت نکرد، جلوش وای نستاد، وتو نکرد و این پرونده ارجاع شد به دیوان جنایی بین‌المللی. نتیجه‌اش هم دیدید، حکومت بشیر سقوط کرد. الان هم بشیر در خطر این هست که به لاهه فرستاده بشه. الان خب در داخل دارن محاکمش میکنن ولی دیوان جنایی بین‌المللی گفته که ما اینو میخوایم. در مورد لیبی هم همینطور بود. ببینید قذافی خب کشتنش روزی که حکومت سقوط کرد، ولی فرزندش، پسرش و دیوان جنایی بین‌المللی گفته ما اینو میخوایم، در صورتی که لیبی جزء دیوان جنایی بین‌المللی نیست. در مورد جمهوری اسلامی خب طبیعی است، هر کدوم قاتلی میاد خودشو داوطلبانه زیر نظارت دستگاه عدالت بذاره، مسلمه که نمیذاره. جمهوری اسلامی هم خب از این قاعده مستثنا نیست. راه دومش این است که یکی از این که ما دستگیر کنیم، منجو مثلا حمید نوری. ببینید ما میدونیم دکتر جلالی رو اینا در ایران گروگان گرفتن برای خاطر اینکه وادار کنن یا اسدی رو پس بگیرن که نتونستن، گرچه آقای ظریف واقعا نشون میده به وزیر خارجه چه کشوریه، میگه با ارتباطات با دستگاه اطلاعاتی اسدی رو مبادله میکنه. ببین یعنی مردک وزیر خارجه کشور نمیدونه که قانون در این مورد حرف میزنه، نه وزارت اطلاعات. واقعا گریه آور اون وضعی که ایران بهش رسیده. معذالک راه دومش این است که اینایی که دستگیر میکنیم و امیدوارم که پاشون رو در محدوده قضایی اروپا بذارن
17 تا حکم جلب بین‌المللی الان من گرفتم که خب اینا بدیهی است که هویتشون نمیتونن اعلام کنم. اگر اینا بیان و باز جمهوری اسلامی بیاد گروگان بگیره که بخواد اینا رو برگردونه، ببینید نظر به اینکه این کشورها بلا استثناء عضو دیوان جنایی بین‌المللی هستن، مثلا بریتانیا، مثلا سوئد، هلند و غیره، و تمام کشورهایی که در محدوده قضایی اروپای مشترک هستند و چند کشور دیگه، اینا نمیتونن قانونا، یعنی این از دست وزارت خارجه دیگه خارجه، دست دادستانیه. دادستانی اختیاری که داره که یک اصلی است در قانون بین الملل، اوت ددر او جودیکار، یعنی یا استرداد کن یا محاکمه کن، و این در مورد این نوع جنایاتی که نظارت جهانی روشون هست، صلاحیت نظارت جهانی، همین یونیورسال جوریسدیکشن روشون هست، در مورد به طور مطلق صدق میکنه. یعنی این دیگه اختیاری نیست، این اجباریه. دادستان یا باید استردادش کنه به کشوری که در این مورد میشه دیوان جنایی بین‌المللی، یا خودش باید محاکمه کنه. این راه دوم ورود به دیوان جنایی بین‌المللی ICC است. در مورد محشر و غیره، ببینید عدالت میگن طول میده، ولی اون داستان شما خودتون این داستان مسابقه بین لاک‌پشت و خرگوشته، بالاخره اون مسابقه رو کی برد؟ مستحضر هستید که اون مسابقه رو دستگاه عدالت هم همینطوره. دستگاه قانون یواش جلو میره ولی بالاخره میرسه. یعنی شعارش نیست که هر قدر هم که شما قوی باشی از شما قانون قوی تره. این پیغام من به سید علی خامنه ای است که آی خامنه ای، هر قدر هم تو خیال کنی قوی باشی، قوی تر از تو هم بودن و قانون قوی تره. من شکی ندارم از طریق دوربین شما تضمین به ملت ایران میدم که یک اینها به شرطی که تا اون موقع نمرده باشن دستگیر خواهند شد و محاکمه خواهند شد. شک داره، حالا یا در دیوان جنایی بین‌المللی یا زیر قانون جنایی بین‌المللی در داخل ایران. بدونید که خب قوانین اسلام اینا که یه اصل حجر هستن و اینو متحجرات اینا که ما قصاص این چیزا رو که نمیپذیریم، ولی قانون معاصر، قانون جنایی بین‌المللی که با این تضمین که مجازات اعدام نخواهد بود، من شکی ندارم که یک اینها رو، حالا چه 37 تایی که صحبتشو دارن در این تریبونال میکنن، ولی متاسفانه لیست از 37 تا خیلی خیلی بیشتره، به خاطر اینکه این حکومت ماهیتش سر تا پا جنایته. از روز اولی که اومدن 24 ساعت بعد اون محاکمات های 5 دقیقه خلخالی شروع شد و به امروز اینجا رسیده. من تنها اعتراضم به فرمایش مقدماتی شما این بود که گفتید کلمه که واژه اعدام استفاده کردید. در جمهوری اسلامی ما اعدام نداریم، قتل عمد داریم. یک نفر در جمهوری اسلامی در این 42 سال نمیشه گفتش که قانونا اعدام شده. اعدام یه روال قانونی است. اینا قانون رو زیر پا گذاشتن از روز اول. این دادگاهاشون، قضاتشون بردگان حلقه به گوش بیت هستند، نوکران سپاه هستند، نوکران وزارت اطلاع هستند. نیست که حکمی که از این دادگاه ها در بیاد این حکم قانونی نیست. پس اجازه بدید اسمشو از تمام شما رسانه چیا من تقاضا میکنم اسم این احکام رو نذارید حکم اعدام، بفرمایید آدم کشی و قتل عمد. ولی در این که اینها آینده بسیار سیاهی منتظرشون هست شک نکنن، ولی خوشا به حالشون که در قانون جنایی بین‌المللی حکم اعدام وجود نداره. هرچی بشن اینا اعدام نخواهند شد. درسته، به نکته خیلی خوب اشاره کردید. ما هم در خیلی از بیانیه ها این رو حکم قتل حکومتی اعلام میکنیم، اما با توجه به اینکه حکم صادر شده به صورت رسمی توش اعدام مینویسه، گاهی این مسئله رو ایجاد میکنه که واقعا کدوم یکی رو باید گفت. اما همونطور که شما گفتید، با توجه به اینکه هیچ روال قانونی در دادگاه‌های ایران و به خصوص در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمیشه، با توجه به اینکه بسیاری از احکام بر اساس اعترافات تحت شکنجه و اعترافات اجباری هستند، اساساً نمیشه حتی به اونها حکم دادگاهی گفت. اما متاسفانه این چیزی هست که در کشور ما در حال رخ دادنه. اگر بخوایم به موضوع برنامه برگردیم، این رو میخوام از شما بپرسم، با توجه به اینکه 3 سازمان حقوق بشری ایرانی این دادگاه رو تشکیل دادن، به نظر شما بازتاب رسانه‌ای این دادگاه چقدر خواهد بود و آیا میتونه روی مشروعیت جمهوری اسلامی در جامعه جهانی تأثیری بذاره؟ جمهوری اسلامی که مشروعیت نداره. ما اگر داشت که بارها گفتیم بیاین رفراندوم کنیم،
که ببینیم فقط یک سوال جمهوری اسلامی بله یا نه. جمهوری اسلامی ببین کار جمهوری اسلامی از این حرفا گذشته. جمهوری اسلامی یه حکومت یاغی آدمکشی که افتخار میکنه که گروگان میگیره. نازنین زاغری رو ما همه میدونیم کوچکترین ارتباطی با اون اتهاماتی که بهش نداره، ولی گرفتادش 5 سال گرفتش و خانم فریبا عادلخواه گرفته گروگان. خب جمهوری اسلامی آدم ربایی رو هوا میکنه، یعنی رولا زم زنده یاد نیما زمو میدزده بعد میبره افتخارم میکنه، میگه ما این کارو کردیم گروگان گرفتیم، بعدم میکشتش، بعدم میگه بله کشتیم. جمهوری اسلامی که دیگه با این صحبت فرمول های مشروعیت متعارفی که در مکالمات روزمره رسانه‌چی های مانند شما مطرح میشه که اصلا جمهوری اسلامی با این حسابا اصلا این معادلات نیست. جمهوری اسلامی یه حکومت قاصب غارتگر سر تا پا فاسد دزده که فقط و فقط تنها توجیه بقاش این است که من سر کارم، اسلحه‌ام دستمه، زورم دستمه و همین که هست. همین که هست. یا قاضی نوید افکاری ببین وقاحت جمهوری اسلامی ببین کجا رسیده. قاضی میگه اینجا سوئیس نیست. وقتی نوید اصرار میکرد که آقا نص صریح قانون میگوید که اعترافی که من تو کلانتری کردم در غیاب وکیل بوده و اینجا من دارم اینو منکرش میشم، قاضی نه گوش نکرد، در جواب گفته اینجا سوئیس نیست، حرف قانون با ما نزن. قاضی میگه حرف قانون با ما نزن. اگه با قاضی حرف قانون نزنی پس باید با کی باید بزنی؟ با راننده منزل بنده باید بزنی؟ قانون این چه صحبت مشروعیت نکنیم. مشروعیت نظام گذشته خودشونم میدونن که با این فرمولای متعارف اینا سر کار ندارن. اما من امیدوارم که این بازتاب این هر قدر بیشتر رسانه‌ای بشه. این تریبونال علیرغم تمام میگم عیب عمده‌اش نیست که بعضی کسانی که در تأسیسش هستن آدمایی هستن که خب متاسفانه چهره حقوقی ندارن و گذشته از اون سابقه شون خیلی روشنه و یعنی فرصت طلبی و غیره. اما ایده بسیار خوبی است و من دوست عزیز من آقای حمید صبی واقعا همتی کرده و داره این کار رو دنبال میکنه. خود تریبیونال، خود این دادگاه نمادین این کار بسیار مثبتی است، ولی الان دیگه اینطور نیست. ببینید من تنها انتقادم این است که گذشت اون دورانی که ما فقط میتونستیم سر کارمون با دادگاه نمادین باشه. این الان در دهه 67 1967 68 جنگ ویتنام نیست که قانون بین‌المللی جلو نرفته باشه. الان دیگه نظارت قضایی جهانی وجود داره. به جای این کار خیلی خیلی بهتر بود که تمرکز حقوقدانان رو این باشه که پرونده آماده کنن، شکایت آماده کنن، استشهاد بگیرن و با دادستانی ها این استشهاد رو بدن، حکم جلب بین‌المللی آماده کنن، همونطور مانند حمید نوری، همونطور مانند غلامرضا منصوری، همون کاری که میخواستیم در اون تردست بکنیم. الان وقت دیوانهای معنوی، دیوانهای نمادین گذشته، چون قانون جنایی ملی اومده و اون خلا رو پر کرده. الان دیگه برتران راسل و ژان پل سارتر دیگه نیستن و الان 50 سال از اون موقع گذشته دیگه. الان قانون خیلی خیلی جلوتر آمده. ابزار مداخله قانونی بین‌المللی الان هست، ابزار موثری وجود داره. این نوع تریبیونال‌ها مال زمانی هستن که ابزار موثر دیگه وجود نداشت. از این نظر من اینو فقط از این نظر یه قدم مثبتی نمیبینم، ولی از این نظری که خب حداقل یه فرصتی میشه برای قربانیان، برای کسانی که حالا از طریق رسانه شما این پیغام من میفرستم، فرصتی میشه برای قربانیان این جنایات این جمهوری اسلامی که بیان دلشون رو خالی کنن. من در افریقای جنوبی خودم شاهد بودم که خیلی ها از این قربانیان حکومت آپارتاید وقتی می اومدن، گرچه میدونستن که این در این مرحله این روال اصلا ضمانت اجرایی نداره، گرچه میگم همونطور اول برنامه گفتم اون موقعیت اون تریبیونال خیلی با این خیلی فرق میکرد، ولی همین که بعد حرفشون زده بودن، دلشون خالی شده بود. یه جوانی اومده بود که در تیراندازی پلیس کور شده بود، بعد از اینکه 17-18 ساعت استشهاد داده بود، اسقف تو ازش پرسید خب الان چه حالی داری؟ گفت شما بینایی رو به من پس دادین. خب ببینید اثر این چی میتونه باشه روی در خیلی موارد متاسفانه در جمهوری اسلامی خب این قاتلین یا مردن یا تو اون موقع بالاخره
ما 100,000 نفر که نمیشه محاکمه کرد. خب بالاخره اول اصلی‌ها رو ما محاکمه خواهیم کرد دیگه. نتیجه این خواهد بود که ببینید اینطور خواهد بود که وقتی خانواده‌ها میان و استشهاد میدن، خب شک ندارم برای از نظر روحی براشون خیلی خیلی موثر و خوب خواهد بود، ولی تضمین اجرایی این تریبونال نمادین نخواهد داشت. ولی برای جمع کردن استشهادها و ادله برای اون روزی که بسیار نزدیکه، من شکی ندارم اون روزی که بسیار نزدیکه که این محاکمات واقعی شروع بشن، شک ندارم که به درد میخوره. اما نظر نهایی من راجع به این تریبونال این است که الان دیگه وقت این تریبونال ها گذشته. اینها نمادین زمانی بود که هیچ ابزار مداخله دیگه‌ای حقوقدانان نداشته باشن. الان یک امپراتوری قانون و امپراتوری قانون جنایی بین‌المللی الان کار خوش داره میکنه. شما می‌بینید که گذشته از افسرهای اس که بعد از 75 سال هنوز دستگیرشون میکنن، این ور اونور کانادا و آمریکای لاتین پیداشون میکنن، براشون گذشته از اونا. شما الان دیدید در همین 2 هفته پیش اون افسر سوری که مال اطلاعات سوریه بود در آلمان خودشو به عنوان پناهنده جا کرد و دستگیر شد و آوردن و محاکمش کردن و محکوم شد. تا نقش اون فقط شناسایی افراد بود که به پلیس میگفت و اینا رو میگرفتن میبردن شکنجه میدادن. برای اون 5 سال گرفت. وقت این کارا الانه. امروز وقت دادگاه نمادین دیگه نیست. دادگاه نمادین مال زمانی بود که ابزار مداخله عینی و علنی وجود نداشت. الان حالا به هر حال از هیچی بهتره، ولی زیاد بیشتر از هیچی نیست متاسفانه. ممنونم از شما. به عنوان سوال آخر، دادگاه مردمی نمادین پیشین که در مورد کشتار دهه 60 تشکیل شد در سال 2012 بود، یعنی حدود 8 سال پیش، و الان هم این دادگاه جدید درباره کشتار آبان مطرح میشه. بر اساس برداشت من از صحبت‌های شما دادگاه پیشین رو مفیدتر ارزیابی می‌کنید. اصلاح کنید اگر اشتباه برداشت کردم. میخوام بدونم به نظر شما در این 8 سال چه چیزی تغییر کرده که تفاوت این دو دادگاه رو تعیین میکنه؟ ببینید اون دادگاه باعث شد که همه راجع به 67 بدونن. من خبرنگارایی میشناسم که اصلا میگفتن ما نمیدونستیم قتل عام 67 وجود داشته. جمهوری اسلامی اونچنون سرپوش روی این گذاشته بود که خیلی خیلی یکی از معروفترین خبرنگارای خانومی که الان واقعا داره کوشش میکنه، فعالیت بسیار موثری در مبارزه با جمهوری اسلامی، صریحا به خود من در آکسفورد گفتش که من نمیدونستم راجع به قتل عام 67. ببینید تفاوت اون با آبان چیه دیگه؟ کسی آیا در ایران هست که ندونسته باشه که در آبان سیاه چی گذشت؟ خب همه ما دیدیم چی گذشت. اینترنت قطع کردن. چرا اینترنت قطع کردن؟ برای اینکه مردم قتل عام کنن دیگه. ولی در 67 که اصلا اینترنت وجود نداشت و اون میزان قساوتی که در مورد 67 وجود و منفور بودن سازمان مجاهدین در اون زمان در میان اکثریت مردم ایران در اون زمان طوری بود که خب اگر مردم شنیده بودن راجع به اون قتل عام میگفتن اینا کسانی بودن که در عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان از دین به ایران حمله کردن در زمان جنگ و غیره. یعنی خیلی موجه‌تر میدیدن اینا. ولی در آبان سیاه که اینطور نیست. تفاوتش اینه، همه راجع به آبان سیاه میدونن ولی کمتر کسی در سال 2012 میلادی راجع به قتل عام 67 میدونست. و اهمیت تریبیونال ایران در سال 2012 این بود که این علنی شد و گسترده شد دانش راجع به این. الان که اینطور نیست. الان این اومدن به یه دونه تریبیونال نمادین درست کردن، من نگرانم که خیلی ایرانی‌ها تصور میکنن که این چون در لا هست دادگاه واقعیه. نه، این دادگاه واقعی نیست، یه دادگاه نمادینه. 1. 2. برای کار نمادین الان دیر شده. الان کار واقعی باید کرد. حمید نوری ما نشون دادیم کار واقعی میشه کرد، دستگیر واقعی میشه کرد و اینا هنوز کسانی هستن در میانشون که هنوز اون احساس مسئولیت میکنن و میرن، یا اگرم مسئولیت نکنن اونقدر دزدی کردن که برای اینکه سر به پولشون رو مال بزنن پا میشن میان ولی زیر گذرنامه‌های دروغین و اسمای دروغین. الان وقت این است که وقت یه حقوقدان جدی، وقت این سازمان غیر انتفاعی حقوقی این است که باید کارشون رو این بذارن.
نه اینکه یک دادگاه نمادین دیگر که خیلی خیلی ها تصور کنند این دادگاه واقعیه. میگم شاید هزاران نفر با من تماس گرفتن، تبریک گفتم من هیچ نقشی تو این دادگاه ندارم، گرچه ازش حمایت میکنم، ولی نظر شخصی من نیست که الان وقت این حرفا نیست، وقت دادگاه نمادین دیگه گذشته. همه میدونن چه قتل عام و چه جنایاتی در جمهوری اسلامی در آبان سیاه شد. الان وقتی نیست که حقوقدانان زحمت به خودشون بدن، پرونده آماده کنن، شکایتنامه به دادستانیا بدن که این جنایتکاران که اکثرشون افسران سپاه پاسداران هستن یا قضاتی هستن که این احکام قتل عمد که خودشون میگن اعدامو دارن میدن، وقتی پاشنو در محوطه قضایی کشورهایی که قانون درشون وجود داره میذارن، دستگیرشون کنن. و کار جدی الان اونه، نه کار دیوان نمادین درست کردن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاوه موسوی که در این برنامه با ما همراه بودید. درباره دادگاه نمادینی که علیه علی خامنه‌ای و 38 نفر دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی اتهام جنایت علیه بشریت رو مطرح کرده صحبت کردیم. مثل همیشه از شما بیننده‌های عزیز تلویزیون آزادی میخوام که در مورد اخباری که منتشر میشه هوشیار باشید. تفاوت دادگاه مردمی نمادین رو با دادگاه ICC، دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه، در نظر داشته باشید. درسته که این دادگاه مردمی یک تلاش بسیار ارزشمند در زمینه حقوق بشر هست، اما این به این معنی نیست که جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی جبهه‌گیری کرده. کماکان مثل همیشه از همه شما عزیزان دعوت میکنم اگر کسی از شما یا نزدیکانتون مستقیما هدف یکی از این جنایات علیه بشریت قرار گرفتید، حتما مستندات و مدارکتون رو به مراجع معتبر و حقوقدانهای فعال در این زمینه برسونید. این مرجع میتونه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد مسائل ایران باشه یا حقوقدانان ارزشمندی مثل آقای کاوه موسوی که وقتشون رو وقف رسیدگی به این مسائل کردن. جنایات باید ثبت بشن، اما نباید از واقعیت فاصله بگیریم و فراموش کنیم که مسئولیت کنار گذاشتن جمهوری اسلامی فقط و فقط به عهده خود ماست و ما نمیتونیم چشم جامعه جهانی داشته باشیم در این رابطه. ممنونم از اینکه تا این ساعت و در این برنامه با ما همراه بودید و به همه شما عزیزان بدرود میگم.